74 روز جنگ ویران کننده، جنگی که در اون یک زیردریایی مجهز به سلاح هسته‌ای تونست کل نیروی دریایی طرف مقابل رو متوقف کنه و جنگی که در اون اکثر نبردهای زمینیش در طی شب انجام شد و اینجا موزه IWM یا Imperial War Museum قسمتیش رو به این جنگ اختصاص داده. فالکلند یا مالوینوس در 460 کیلومتری آرژانتین قرار داره که شامل 776 جزیره کوچیکه. این جزیره ها بارها میون انگلستان، فرانسه و اسپانیا دست به دست شدند. در سال 1713 این سه کشور طی پیمانی به نام معاهده اونراخت جزیره فالکلند رو به همراه کشورهای آمریکای جنوبی مستعمره اسپانیا دونستند. به استناد به همین معاهده آرژانتین بعد از استقلال از اسپانیا و با توجه به نزدیکیش به این جزایر ادعای مالکیت به این جزایر رو میکنه. البته از سال 1833 میلادی این جزایر در سلطه کشور انگلستان بوده و اکثر ساکنان فالکلند هم بریتانیایی الاصلند. درست در زمانی که مارگارت تاچر نخست وزیر وقت انگلستان به دلیل بحران شدید اقتصادی مجبور به کم کردن بودجه سازمان‌های دولتی از جمله نیروی دریایی کشور انگلستان بود، در نقطه دیگه‌ای از دنیا ژنرال گالتیری رئیس جمهور آرژانتین فرصت رو مناسب دید تا به جزایر فالکلند حمله کنه. بسیاری معتقدند که ژنرال گالتیری با حمله به این جزایر قصد تحریک احساسات وطن پرستانه مردم آرژانتین رو داشت تا بتونه اذهان عمومی مردم این کشور رو از وضعیت بد تورم و بیکاری به این جزایر منحرف کنه. با این گمان که انگلستان در شرایط بد اقتصادی قرار داره و نیروی دریاییش هم تضعیف شده، ژنرال گالتیری با اطمینان کامل از پیروزی در جنگ فالکلند در 2 آوریل سال 1982 میلادی دستور به حمله به جزایر فالکلند داد تا در عملیاتی به نام آزول یا آبی به این جزایر حمله بشه تا یک روز بعد جزیره جورجیای جنوبی رو تصرف کنند. تاچر حالا با بزرگترین چالش زندگیش روبرو شده بود. از سوی میدونست که جنگ میتونه قماری باشه برای آینده سیاسیش و از سوی دیگه هم میدونست که از دست دادن جزایر فالکلند میتونه لکه ننگی بشه بر کارنامه دوران نخست وزیریش. بعد از گرفتن اطمینان در ملاقات‌های پیاپیش با کابینه دولت و فرمانده ارشد نیروی دریاییش، تاچر 100 کشتی همراه با 3 زیردریایی مجهز به سلاح اتمی رو از بندر پورتموس به سمت جزایر فالکلند روانه کرد تا در 7 آوریل انگلستان با ایجاد منطقه ممنوعی به شعاع 200 مایلی جزایر فالکلند رسما جنگ رو آغاز کنه. در 19 آوریل سال 1982 با رسیدن ناوشکن معروف HMS انتریم به جزیره جورجیای جنوبی، این جزیره دوباره به تصرف انگلیس‌ها میفته و نیروهای آرژانتینی مجبور به عقب نشینی میشن. با شنیدن این خبر مارگارت تاچر نخست وزیر وقت مردم انگلستان رو دعوت به شادی میکنه. پس گرفتن جزیره جورجیای جنوبی، یکی از جزایر فالکلندز، ممکن از نقطه نظر نظامی از اهمیت بالایی برخوردار نباشه، اما این اتفاق تونست اعتماد به نفس و روحیه نیروهای بریتانیایی رو بالا ببره و همچنین زنگ خطری باشه برای آرژانتین که نیروهای رقیب به این سادگی ها هم شکست خوردنی نیستند و نباید دست کم گرفته بشن. در اول ماه می بمب‌افکن‌های والکان انگلیسی پایتخت جزیره فالکلند یعنی استنلی رو بمباران کردند. این عملیات یکی از پیچیده‌ترین عملیات نیروهای انگلیسی در این جنگ بود، چرا که در حین رسیدن به مقصدشون باید سوختگیری هوایی انجام میدادند.
این عملیات که در 7 مرحله انجام شد به قوچ سیاه معروفه. این بمب‌افکن‌ها باید مسیر 8000 مایلی بین جزیره اسنژن و فالکلند رو طی می‌کردند. برای همین با کابوس کمبود سوخت مواجه بودند. از این رو باید سوختگیری هوایی انجام می‌دادند. در طی این عملیات 3 هواپیمای آرژانتینی مورد هدف قرار گرفتند و اولین حمله هوایی بریتانیا به جزایر فالکلند در تاریخ رقم خورد. در دوم ماه می مارگارت تاچر دستور به غرق کردن رزمناو آرژانتینی بلگرانو داد تا اولین تلفات جدی این جنگ لمس بشه. در این حمله 300 آرژانتینی جون خودشون رو از دست دادن. این حمله به یکی از جنجالی ترین و تاریک ترین نقاط جنگ فالکلند تبدیل شد. بسیاری اعتقاد داشتند که رزمناو بلگرانو خارج از منطقه ممنوعه تعیین شده قرار داشت و نیازی به هدف قرار دادنش وجود نداشت. That ship was a danger to our boys. That's why that ship was sunk. I know it was right to sink her. I would do the same again. این حمله درست لحظه‌ای صورت گرفت که مقامات کشور پرو در حال راضی کردن ژنرال گالتیری برای صلح بودند. البته این حمله انگلیسی‌ها تا حدودی با غرق کردن ناوشکن HMS شفیلد تلافی شد تا 20 دریانورد انگلیسی جان ببازند و در نهایت آرژانتینی‌ها پیشنهاد صلح انگلستان رو در 18 ماه می رد کنند. در 21 ماه می نیروی تاسک فورس یا نیروی اعزامی ویژه انگلیسی از طریق آبراه سن کارلوس وارد جزیره فالکلند شدند. این نیرو تعدادشون 3000 نفر بود که همراهشون 1000 تن مهمات داشتند. 3 روز بعد از رسیدنشون به جزیره نبرد معروف گوس گرین یا غاز سبز رو آغاز کردند. نبرد سنگین گوس گرین نقطه عطفی بود در روند پیشروی نیروهای انگلیسی به سمت پایتخت استندی. این نبرد تا 30 می طول کشید و بیشترش در طول شب انجام شد. اونها باید از صد 600 نفری سربازان ارتش آرژانتین عبور می‌کردند، جایی که اکثر نیروهای آرژانتینی مستقر بودند. یکی از نیروهای انگلیسی که در این نبرد شرکت داشت توپارا بود که قبل از اون تنها تجربه جنگشون در ایرلند شمالی بود که در قیاس با جنگ فالکلند تجربه ناچیز بود. این نیرو 4 هفته در راه بودند تا به جزایر فالکلند برسند. اونها اول باید در جزیره اسنژن استقرار پیدا می‌کردند. توپارا در حین این 4 هفته تمرین‌های فشرده رزمی انجام می‌دادند تا کمبود آمادگی جنگی خودشون رو جبران کنند. تا بالاخره در 21 می از طریق ساحل آبی و نهایتاً منطقه سن کارلوس به سایر نیروهای مستقر در رشته کوههای ساسکس بپیوندند. نبرد گوس گرین 1 روز و 2 شب به طول انجامید. این نبرد از خونین‌ترین نبردهای جنگ فالکلند بود و نیروهای انگلیسی با وجود تعداد کمترشون نسبت به نیروهای حریف تونستن با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته و تاکتیک‌های جنگی قوی‌تر بر نیروهای آرژانتینی غلبه کنند. در این نبرد یکی از فرماندهان ارشد انگلستان همراه با تعدادی زیادی سرباز کشته شدند. تا بعد از این نبرد در نهایت در 14 ژوئن آرژانتینی‌ها تسلیم بشن و استنلی و فالکلند دوباره به تصرف انگلیسی‌ها در میاد. با اینکه کشور انگلستان در جنگ فالکلند پیروز شد، اما بسیاری معتقدند که اگر موشک‌ها و بمب‌هایی که کشور آرژانتین از فرانسه خریداری کرده بود درست عمل کرده بودند، کشور انگلستان میتونست از این نبرد تنگاتنگ بازنده بیرون بیاد. بعد از این جنگ در انگلستان بر محبوبیت مارگارت تاچر افزوده شد تا در انتخابات دور دوم هم دوباره به مسند نخست وزیری برسه. و ژنرال گالتیری هم چند روزی طول نکشید تا از قدرت کنار بره و نهایتاً در دادگاهی محاکمه بشه. واقعا چقدر برنامه خوب بود. خیلی خوب بله بود. دست مهران در نکنه. واقعا دستش در نکنه، خسته نباشه. کلی چیز یاد گرفتیم بله دیگه. دیگه. خیلی هم